به نام خدا. یه سری توضیحات من توی دمای رفتن روی گاز 405 پارسا این چیزا دادم. اگه اون توضیحات رو نشنیدی به نظرم بهتره اول اونو ببین. حالا برای سایپایی ها یعنی پراید و زامیاد و این چیزا این شکلیه که الان من یه دونه پراید باز میکنم. نکتهش یکی از نکات این که اول باید دیکودش کنی، یعنی سواپه که سوال میپرسه یس رو بزنی و از باز کردن هم دن گفتم که اون نکات تکرار بشه. بعد بازش میکنی و رو حالت دسیمال و همین 8 بیت این عبارت رو سرچ میکنی 157 فاصله 6 بار 157. خب 157 157 157 این شد 5 تا این 6 اوکی رو میزنی. گفتم توی اون ویدیو هم گفتم دیلیت ها میزنی پاک بشه این 157 رو هر 6 تاشو میگیری کار رو میزنی استخراج بشه. یکی از نشونه های درست بودن این جدول اینه که اینا عدد خودش برات اعمال میشه. دوم این که حالا مثلا اسمشو میذاری CNG temp و آفست فاکتورش 75 صدم منهای 48 آفستش. این روی 70 درجه که آب رسید به 70 درجه این میره رو حالت گاز. میخوای بیشتر بره اینو بکنش مثلا 75 بکنش 80 هرچی که دوست داری. اگه ماشین مورد نداره که خب هیچ، حالا مثلا آقا من میخوام بازم گرم تر بشه معمولا 70 درجه دیگه اوکیه. خب ولی یا دوست داری برعکسش، آقا دوست نداره مشتری اونقدر گرم بشه، دوست داره همون اوله بسم الله بره رو گاز. چی کار میکنی؟ اینو میکنیش مثلا 40 درجه همون اوایلش بره رو گاز. چنج ابسولوتو میزنی و 40 تایپ میکنی یا اینتر. الان روی دمای 40 درجه میره روی گاز. زامیات هم به همین شکل موفق باشی.